یک هیئت بلندپایه از وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان از قماندانی امنیه غزنی دیدار کرد و وضعیت امنیتی، اداری و هماهنگی نیروهای امنیتی این ولایت را بررسی نمود. نشستی که به همین منظور با حضور مسئولان قماندانی امنیه، معاون امور نظامی، قماندانان امنیه ولسوالی‌ها، آمران حوزه‌های امنیتی و مدیران بخش‌های مختلف برگزار شد، از رهبری سالم و هماهنگی میان نیروهای امنیتی ستایش شد و بر ادامه همکاری این وزارت با مسئولان محلی برای بهبود امور اداری و انسجام بیشتر تاکید گردید. الله رب العزت استاسو قربانی قبول کی موږ ان شاء الله پدې مطمئن یو مخکې موږ له ملګرو پوښتنه کړې ده ان شاء الله اداري ټولې فعال دي هیڅ ستونزه او مشکل به نه وي. قماندانی امنیه غزنی معلومات همه‌جانبه در مورد وضعیت امنیتی و اداری ولایت ارائه کرد و از تامین امنیت در سطح ولایت اطمینان داد. ولایت غزنی الحمدلله لازم ولایات همجوار و ولایات های جنوب کرده امنیتشان بهتر و خوبتر و اطمینان‌تر است ان شاء الله العزیز. چون که خودتان بلد هستین همه چیز از برکت شهدای خود ولایت غزنی او از برکت کادرهای خود ولایت غزنی از برکت مجاهدین خود ولایت غزنی است که الحمدلله لازم در غزنی امنیت کامل است. در ادامه نماینده قماندانان ولسوالی‌ها نیز بر تامین کامل امنیت در سطح ولایت تاکید کرد و اطمینان داد که نیروهای امنیتی به وظایفشان با تعهد کامل ادامه می‌دهند. تاسو ته اطمینان درکوو ان شاء الله الرحمن لکه څنګه چې د امنیت په حال دغه روان ده نور به هم خپل کارو ته متوجه یو په خپل مربوطو ساحو کې به وسیګو ل خپل پرسونل سره ل خپل ادارو سره په همغږي سره خپل زندگی مخ ته وړو او خپل خدمت ته دوام ورکوو. در همین حال گفته می شود که ولایت غزنی در چند سال گذشته از جمله ولایت‌های امن کشور به شمار می رود. مسئولان محلی می گویند سطح جرایم جنایی در این ولایت به گونه‌ای چشمگیری کاهش یافته و فعالیت‌های نیروهای امنیتی در تامین نظم و ثبات نقش موثری داشته است.